صحبت هایی. خیلی ممنون. اگر ممکنه امکان شیر سکرین به من بدید. بفهم. خب، با سلام بر همگی. میبینید اسلاید منو؟ بله. بله، بسیار. امروز میخوام راجع به این عنوانی که روی این سلاید اول میبینید براتون صحبت کنم. یه چیزی که من خودم مدتها بهش علاقه‌مند شدم و تحقیقات میکنم. تحقیقات نه به اون معنی که بسیار رشته تحقیقاتی من باشه، بلکه کنجکاوم که ببینم چی میگذره در این زمینه، و اون مسئله انرژی های تجدید پذیره. اینه که این صحبت کوتاه رو آماده کردم. اگر البته مطالب خیلی بیشتر دارم، اگر یه وقت علاقه و فرصتی بود میتونم مفصلتر براتون صحبت کنم. انقلاب سوم صنعتی، شبکه اینترنتی انرژی، معنیش چیه؟ این عنوان انقلاب سوم صنعتی رو از این کتاب که اخیراً خوندم، نوشته جرمی ریفکن، که خیلی از ایده هایی رو که در این چند سلاید اول براتون میگم از این کتاب در واقع من اقتباس کردم. انقلاب صنعتی خب در اروپا شروع شد و در واقع جایگزین کردن نیروی کارگری انسانی، نیروی بدنی انسانی با ماشین ها بود. انقلاب دوم صنعتی انقلاب تکنولوژیکی رو میگن که در اوایل قرن 20 شروع شد. حالا از این به بعد توافقی روی شماره گذاری اینا نیست. هر وقت بحث شماره گذاری پیش میاد اختلاف عقیده ایجاد میشه. بعضی ها میگن اینترنت انقلاب سوم صنعتی بود و بنابراین هر چیزی که جدیداً غیر از اون بخوایم بگیم باید چهارم یا پنجم باشه. حالا این آقای ریفکین در این کتاب انقلاب سوم صنعتی رو اینجوری بیان میکنه: ما الان کاملا شروع کردیم از انرژی های تجدیدپذیر استفاده بکنیم. مثلا این یک مزرعه انرژی خورشیدی، سولار فارم به اصطلاح انگلیسی، که در هندوستان بزرگترین مرکز تولید انرژی خورشیدی که در یک جا باشه هست. 14,000 ایکر مساحت داره، 2.25 گیگاوات انرژی تولید میکنه. برای مقایسه من در سمت راست سلاید مقدار کل انرژی، در واقع قدرت برقی چندین جا رو مثل کالیفرنیا، ایران، ایالت نیویورک و شهر نیویورک نوشتم که این 2.25 گیگاوات هنوز به سطح حتی شهر نیویورک نمیرسه، ولی خب قدم بسیار بزرگی است در راه اینکه انرژی خورشیدی در هندوستان بیشتر ازش استفاده بشه. نوع دیگه انرژی تجدیدپذیر که همه باش آشنایی دارن انرژی بادیه. این بزرگترین مزرعه تولید انرژی از باده که در چین، این 10 گیگاوات انرژی تولید میکنه. باز هنوز داره نزدیک میشه به مقداری که شهر نیویورک احتیاج داره. خب شهر بزرگی است و مصرفش زیاده. اینه میخوام که این مقیاس ها در نظرتون باشه. اخیراً مقدار تعداد زیادی شرکت مخصوصا در آمریکا ایجاد شدن که میخوان انرژی خورشیدی رو به یه نحوی که احتیاج به یه مرکز خاص و اینا نداشته باشه تولید کنن.
مثلا فرض کنید شیشه های ساختمون ها رو با یک موادی بپوشونن که اون مواد انرژی تولید بکنه. اینجا در این عکس میبینید که آجرهایی است که ازش میتونید ساختمون بسازید. ضمناً این آجرها هم انرژی خورشیدی رو به اصطلاح برداشت میکنه، هم ذخیره میکنه، هم باتری داره توش. اینه که این هم باز یه چیز خیلی جالبه، قدمی است در راه اینکه انرژی تجدیدپذیر به سادگی و بهتر با کارایی بالا استفاده بشه. خب اما انرژی خورشیدی یا انرژی بادی مسئلهش اینه که ثابت نیست. یعنی شما اون لحظه ای که انرژی لازم دارید ممکنه باد نباشه یا خورشید نتابه. راه حلش چیه؟ راه حلش ذخیره کردن انرژیه. همونطور که مثلا در مورد غلات ما این کار رو میکنیم. غلات در یه موقعی از سال برداشت میشه و در یک مزارع خاصی در جاهایی. ما غله رو برای مصرف در جای دیگه ای میخوایم و در زمان دیگه ای میخوایم. این سیلوهای عظیم و جثه که در مناطق کشاورزی هست، نقششون اینه که این غلات رو که ما برداشت میکنیم و در اون لحظه بهش احتیاج نداریم ذخیره بکنیم به طوری که سالم بمونه و قابل استفاده باقی بمونه و بعد بتونیم که هر وقت نیاز داشتیم از اونجا بریم برداشت کنیم. ذخیره انرژی هم همین نقش رو داره. یعنی ما انرژی رو مثلا وسط روز که آفتاب شدید میتابه یا وسط صحرا که مقدار تابش آفتاب بیشتره برداشت میکنیم، ولی اون لحظه یا در اون مکان ممکنه بهش احتیاج نداشته باشیم و لازمه که این رو یه جوری ذخیره کنیم، نگهداری کنیم و منتقلش کنیم به اون جایی که بهش احتیاج هست در زمانی که بهش احتیاج هست. حالا روی این سلاید میبینید که یک خانه آمریکایی به طور متوسط حدود 10800 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه در سال. یعنی در روز میشه حدود 29 کیلووات ساعت و اینو اگه تقسیم بر 24 بکنید 1.2 کیلووات پاور نیروی برق به طور متوسط مصرف میکنه. البته این مصرف به هیچ وجه ثابت نیست. شب که ما خوابیدیم خیلی انرژی کم مصرف میکنیم، فقط مثلا یخچالمون روشنه و چراغ خوابمون، و در مواقع دیگه که مثلا ماشین لباسشویی رو استفاده میکنیم، غذا میپزیم، اینا انرژی بیشتر. اینا عددهایی که راحت به خاطر میمونه. یعنی حدود 1 کیلووات به طور متوسط ما انرژی احتیاج داریم. اگر بریم دنبال اینکه انرژی خورشیدی از این سلول های خورشیدی روی سقفمون بذاریم، حدود ما 5 کیلووات پاور از اون لازم داریم. 5 کیلووات البته از یک بیشتره. دلیلش اینه که خب ما باید ماکسیموم مصرف رو اون لحظه ای که مثلا هم ماشین لباسشوییمون کار میکنه، هم مایکروویومون داره کار میکنه، هم آب گرم کنمون داره آب گرم میکنه، 5 کیلووات میگن. البته هر خونه ای که بخواد انرژی خورشیدی استفاده کنه باید متخصص بیاره، ارزیابی کنه مقدار آفتابی که میگیره اونجا و مقدار مصرفش. ولی به طور سرانگشتی 5 کیلووات که اگه 5 کیلووات تولید این سلول های آفتابی ما باشه، مثلا به طور متوسط 6 ساعت در روز آفتاب بتابه، این حدود 30 کیلووات ساعت به ما انرژی میده که معادل همون عددیه که بالا میبینید در روز ما بهش احتیاج داریم. البته ممکنه که این انرژی خورشیدی مثلا 2 روز پشت سر هم ابری باشه و ما اصلا نداشته باشیم، نتونیم انرژی خورشیدی رو برداشت بکنیم. ممکنه که یه روز نمیدونم مهمونی بزرگی داشته باشیم، مصرف برقمون بیشتر باشه. به این خاطر کسانی که این انرژی خورشیدی استفاده میکنن خب حداقل در کوتاه مدت کاملا نمیتونن مستقل بشن. یعنی هنوز به شبکه برق وصل هستن
که هر وقتی که انرژی لازم داشتن دریافت کنن از شبکه برق میگیرن و پولشو میدن. منتها خب اون پولش خیلی کمتر خواهد شد چون به ندرت این استفاده رو میکنن. شرکت‌های برقی همینطور قراردادهای دو طرفه با بعضی مصرف کنندگان میبندن که اینا شرایطش اینا خیلی فرق میکنه از مکان به مکان. قرارداد دو طرفه اینه که اگر من انرژی خورشیدی تولید میکنم و مثلا فرض کنید یه روز همش آفتابی بوده و انرژی بیشتر از حد مصرف خودم دارم، این رو میتونم به شبکه برق بفروشم. اینا کنتورهای دو طرفه هست که انرژی گاهی از شبکه به خونه من میاد و گاهی از خونه من به شبکه میره و طبق نرخ‌هایی که تو قراردادها بسته میشه این انرژی رد و بدل میشه. یکی از چیزهای جدید در این زمینه این پاور وال، باتری های در واقع تسلاست که جدیدترین مدلش پاور وال 3 مدل سومشه. تقریبا اندازه یک یخچال کوچیک، خیلی هم بزرگ نه. اینا میتونید تو گاراژتون بذارید و این به اندازه حدود $8,500 قیمتشه که البته به زودی پایین تر خواهد رفت و 130 کیلوگرم وزن داره. ظرفیتش به طور اسمی 14 کیلووات ساعته، یعنی 14 کیلووات ساعت یعنی نصف مصرف یک روز یک منزل آمریکایی رو میتونه تو خودش ذخیره کنه. البته کسانی که اینا رو تو منزلشون نصب میکنن معمولا 2 تا یا 3 تاشو میذارن که ظرفیت بیشتری داشته باشه. یعنی مثلا اگه 3 تا از اینا رو بذارن حدود $25,000 تجهیزاتش و با نصب، شامل نصب هم هست. خب بذارید یک کمی بریم جلوتر و ببینیم چرا این ذخیره انرژی لازمه. اینجا شما 2 تا منحنی میبینید. منحنی آبی مصرف برق یک خونه است. البته خونه به خونه این فرق میکنه. یه خونه تیپیکاله که وسط شب بین ساعت 0 تا 5 مصرف خیلی کمه، همونطور که گفتم فقط مثلا یخچال و فریزر و اینا کار میکنه. صبح که از خواب بیدار میشن مصرف میره بالا، اون پیک اوله، برای کار حاضر میشن، احتمالاً پخت و پز دارن و غیره. وسط روز دوباره مصرف میاد پایین، مثلا اینا سر کارن یا مدرسه رفتن و عصری که دوباره به خونه برمیگردن مصرف میره بالا. منحنی قرمز تولید انرژی خورشیدی در این منزله. اینا مثلا سلول های آفتابی روی سقفشون دارن. وسط روز که آفتاب نورانی تر و شدید تره تولید انرژی خورشیدی به ماکسیموم میرسه. البته شب، صبح زود و شب به صفر میرسه برای اینکه آفتاب نیست. این اختلاف بین این 2 تا منحنی در واقع نشون میده که اون جایی که انرژی خورشیدی بیشتر از مصرف ما باید بتونیم اون رو ذخیره کنیم تا در اون ساعت‌هایی که مصرف زیاده و انرژی نیست بتونیم ازش استفاده کنیم. این در واقع لب مطلبه. این در سطح یک منزله، این در سطح یک شهره. این داده‌های مربوط به شهر نیویورک در سال 2017 است که از اون زمان تغییر چندانی نکرده. میبینید که در 24 ساعت شبانه روز بسته به فصل منحنی تغییرات فرق میکنه. در تابستون بیشترین مصرف است برای اینکه اونجا ایر کاندیشنر زیاد استفاده میکنن. در زمستون نه به اندازه تابستون ولی باز هنوز مصرف زیاده. این برای گرمایش خونه ها. و در بهار مینیمومه. بنابراین می‌بینید در سطح یک شهر هم همینطوره، مصرف بالا پایین میره. و اگر مثلا شما مسئول تامین برق نیویورک باشید، برای اینکه در اون زمانی که مصرف به پیک میرسه کسی خاموشی نداشته باشه و برق نره، باید
ظرفیت تولید برقتون در اون اندازه پیک باشه. یعنی کارخونه‌های تولید برقتون با اون اندازه باید ظرفیت داشته باشه. البته در ساعت‌هایی که به انرژی استفاده نیست، احتیاجی نیست، ببخشید، اینا میتونن خاموش بشن. بعضی مولدهای انرژی راحت خاموش کردنشون، مثلا توربین‌های گازی خاموش میکنید و خب موقعی که احتیاج نیست کار نمیکنن. ولی بعضی مراکز دیگه، نیروگاه اتمی مثلا و حتی نیروگاه‌های زغال سنگی، اینا به این آسونی نیست خاموش روشن کردنشون. اینه که در اونجا هم احتیاج به ذخیره انرژی هست اگر امکانش رو داشته باشه. حالا چجوری ما انرژی رو ذخیره میکنیم؟ روش‌های مختلفی وجود داره. مثلا این انواع و اقسام تکنولوژی باتریه که من فرصت ندارم همه اینا رو توضیح بدم. انواع و اقسام باتری‌های مختلف هست، تکنولوژی باتری هست که در جاهای مختلف ازش استفاده میکنه. هم کدوم مزایا و معایب خاص خودش رو داره. اینا رو من رد میکنم برای اینکه وقت زیادی نگیرم. اینا امکانات ذخیره انرژیه به طور خیلی خلاصه. من فقط مهمترین رو تو اینجا لیستشو گذاشتم. روش‌های مکانیکی وجود داره. من یک مثال از اون رو بهتون میگم. روش‌های شیمیایی وجود داره مثل تولید هیدروژن، اونم یک کمی راجبش براتون صحبت میکنم. و روش‌های دیگه که اونا رو اصلا امروز صحبت نمیکنم. اگر یه وقتی مثلا ارائه طولانی‌تر داشتم میتونم جزئیات بیشتری از این روش‌ها براتون بگم. این مثالی از ذخیره مکانیکی انرژی، چرخ تیار به فارسی ما بهش میگیم، فارسی عربی. چرخ تیار یه چرخیه که خیلی سنگینه و اینو ما میچرخونیمش. وقتی شروع به چرخش میکنه در حال چرخش میمونه حتی اگه بهش انرژی ندیم. و در خیلی به اصطلاح تأسیسات صنعتی و اینا کاربردهای فراوانی داره. ولی حالا به عنوان ذخیره انرژی ما داریم بهش نگاه میکنیم. وقتی که ما مثلا سلول‌های آفتابیمون برق اضافی تولید میکنن، یه موتور هست، اون قسمت نارنجی وسط، اون در واقع موتور ژنراتوره. بعضی وقتا به صورت موتور کار میکنه، بعضی وقتا به صورت ژنراتور. این موتور اون چرخ تیار آبی رنگ رو میچرخونه، بهش سرعت میده و البته چون این مکانیکیه بعد از یه مدتی از چرخش میفته. اینه که یه مکانیزم های خاصی درست کردن براش که استکاک و اینا کم بشه، در یک به اصطلاح ظرف خلأ باشه که مقاومت هوا نباشه و این میتونه ساعتها بچرخه. هر وقت که انرژی لازم داریم اون قسمت نارنجی رنگ به صورت ژنراتور کار میکنه و از اون انرژی چرخ تیار استفاده میکنه، برق تولید میکنه. خیلی چیز ساده است. نسل قدیمی این چرخهای تیار از فولاد ساخته می شدن و بوربرینگ هایی که در واقع اون محور رو محورشون قرار داره اونا هم بوربرینگ های مکانیکی بودن و بنابراین کاراییش خیلی زیاد نبود، خیلی انرژی از دست میداد بر سر استکاک و اینا. نوع تازه اینا، اون روتورشون قسمت آبی رنگ از کربن فایبر ساخته میشه که از فولاد قدرت بیشتری داره و بنابراین میشه اون رو حتی سریعتر چرخوند بدون که از هم پاشیده بشه. و اون بولبرینگ هاش هم مغناطیسیه دیگه، مکانیکی نیست. ظرفیت اینها، این هم باز مثل همون تسلا، باتری تسلا میتونید بخرید بذارید گوشه گاراژتون و در واقع کار باتری رو میکنه.
ظرفیت‌هاش بین 3 تا 133 کیلووات ساعته و در ظرف 15 دقیقه میشه اینو کاملا چارجش کرد، یعنی سریع چارج کردنش و هر وقت که لازم باشه میشه استفاده کرد ازش. این هم یک نوع دیگه ذخیره انرژی به صورت مکانیکیه. در واقع دو نوع تو این اسلاید میبینید. یکی اینکه ما یک مخزن آب در بالای کوه داشته باشیم، مثل یه سد مثلا، به طور عادی از این آب استفاده میکنیم، انرژی تولید میکنیم. اون آبی که میاد پایین دست سد اونجا ذخیرهش میکنیم، نمیذاریم بره. البته این به شرط اینکه اون استفاده های کشاورزی و اینا پایین دست نباشه که مختل بشه. بعد هر وقت که انرژی اضافه داشتیم اون آب رو دوباره پمپش میکنیم به طرف بالا و وقتی که انرژی دوباره لازم داشتیم از اون آب استفاده میکنیم. این هم نسبتا کاراییش بالاست، بین حدود 80 تا 90%. و بنابراین اتلاف انرژی تو این روش نسبتا کمه. اون قسمت سوم که اینجا میبینید یه سری وزنه هایی است که باز این لینکی که اینجا گذاشتم یه ویدیویی که میشه دادم تماشا کنه، خیلی بامزه است. یک جای بسیار بزرگ که این وزنه ها تعداد زیادیش هست و از برق شهر استفاده میکنن، وزنه ها رو میبرن بالا، اینجوری انرژی ذخیره میشه. هر وقت انرژی بیشتری احتیاج داشتن این وزنه ها رو ول میکنن و بر اثر رها شدنشون انرژی تولید میشه. کسایی که ساعت‌های قدیمی رو دیده باشن بعضیشون از این روش برای گرفتن انرژی استفاده میکردن. یه وزنه‌ای بود که میبردیمش بالا، بعد کم کم در طول روز این وزنه سقوط میکرد، میومد پایین و انرژی میداد به ساعت که بتونه کارش رو بکنه. البته این چیزی که گفتم انرژی، نقطه جالب اینه فقط این نیست که مثلا یه لحظه ما انرژی نداشته باشیم و انرژی بخوایم. شرکت برق مثلا نرخی رو که برای انرژی برق چارج میکنه فرق میکنه. مثلا نصف شب اگه شما بتونید انرژی بکشید از شبکه خیلی ارزونتره تا وسط روز. خب اگه شما باتری داشته باشید میتونید باتریتون رو نصف شب چارج کنید و در طول روز ازش استفاده کنید. یعنی از این تفاوت قیمت برق هم میشه استفاده کرد. خب بذارید فقط یک مثال دیگه از روش ذخیره انرژی براتون بگم. اون از طریق تولید هیدروژنه. باز اگه شما انرژی اضافی داشته باشید میتونید هیدروژن تولید بکنید، مثلا از آب هیدروژن بگیرید. منتها روش‌های عادی تولید هیدروژن هم مقدار زیادی آلودگی هوا تولید میکنه، هم انرژی زیادی مصرف میکنه. اخیراً تکنولوژی به اسم هیدروژن سبز، گرین هیدروژن، اومده که از طریق به اصطلاح الکترولیز بدون آلودگی هوا و بدون مصرف انرژی زیاد میتونن هیدروژن تولید کنن. بنابراین باز اگر اون سلولهای آفتابی شما داره انرژی زیادی تولید میکنه و نمیخواید، از اون انرژی برای تولید هیدروژن استفاده میکنید و اون هیدروژن رو در مخازن فیول سلول سوخت یا توی موتورهای معمولی میتونید استفاده کنید که ازش انرژی بگیرید. گفتم این بحث خیلی وسیعه. من فقط خواستم که در واقع یک ایده‌ای بهتون بدم که این زمینه ذخیره انرژی چیه، چرا بهش احتیاج داریم و چجوری میریم دنبالش، که چه مسائلی رو برای ما حل میکنه. بعداً فرصتی دست داد بیشتر براتون در این باره صحبت میکنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون دکتر فرهانی، مرسی. پس ما بهتره که صبر کنیم تا این برنامه های تسلا به طور یه مقدار
افوردبل تو مارکت بیاد. درسته الان گفتین یونیت ها حدود $8,000 هست. اون باتری های تسلا $8,000. بله، درسته. $8,500. منتها یه دونش معمولا توصیه نمیکنن که آدم یکیشو فقط نصب کنه. البته کمک میکنه، ولی اینکه بخواید شما خودکفا بشید و مثلا از شبکه برق انرژی خیلی کم بگیرید، یه دونش کافی نیست. درسته. این طرف های ما که انرژی سیوینگ تایم، نه برعکس، پیکی که میره ضریب پیدا میکنه مصرف برق 4 بعد از ظهر تا 9 شبه. مهم. دوستانم دقت کنن تو اون زمان مثلا با شیر درایر یا چیزای خیلی اساسی رو استفاده نکنیم، برای اینکه مصرف برقتون بالا میره. بله بله، همین باتری ها در واقع حتی اگه شما سلول های خورشیدی هم نداشته باشید، ممکنه به صرفه باشه که این باتری ها رو بذارید اون ساعتی که برق ارزونه اینا رو چارج کنید و ساعت هایی که گرونه از شبکه برق نگیرید. درست، اوورنایت.